جانم بین من در برات هستم. خودت رو مانده نکن. مایلش عزیزم. خدا جزای آن کلت کلاس گفتن آدم را دهد. به ما چسبیده است. هیچ نیکی از ما دور شود. مرا بدم رفتم. مرا کفتنی بود. کلت کلاس. اول رفته در ماشین چرخو نکسن زنید بعد عملیات شروع کنید. جناب اسلامی سردارم چه خیل است؟ مگر سردارم چرکلا شد. سردارم ببین منو گذاشتم به کجا رفتی؟ من حالا ایردار میشدم. خوب برای من خواستگاری میرم و ما بسیار کارها را به انجام میرسوندیم. اولر جان من دیگر زندگی کردن نمیخوام. من باید قدی تو میرفتم اونال. لوند صفصفه نگو اکنه اونال خوب است. چی؟ خوب است؟ ای دروغ راست میگوی؟ خوب است زنده است. یک لحظه اگر برای در نزد بیمارخانه برای به پون افتیدن هم دروغ گفته ایستاده باشی دهان بینی را تو بشکنم. به من راستش رو بگو. زنده است. راستش رو میگم. یا خدای تو با تو هزاران بار شکر. بیا تو را بگیرم. برادر هدیه‌گیری انشالله آیلی که بگیریم راضیت بکنم. اوکی؟ خوب است. از جراحی برآوردن تیر رو هم برآوردن خوب است. کسی که به سردارم تیر پرانده است قسم میخورم که من انگشتان او رو میشکنم. جناب سمیر ما پلیس ها با کارمون هیچگاه هیچ شاتمون رو آمیخته نمیکنیم. نباشد من کله او رو کیو کنده پرتفته بودم. اما یک چیز عقل من راست نمیگیره. مگر که جرأتی پراندن سردارم را میکند که با این کار جسارت میکند؟ کلت کلاس بگویند. چی؟ کلت کلاس میگویمی؟ تو رو نکشم. حیاتم اونال جانم خوب هستی؟ اکی اونال چی میگویی؟ اونال چی گفته ایستاده جسمه؟ این با کی گپ میزند؟ اونال با کی گپ زده ایستاده؟ تو چی گفتن میخوری؟ او در اینجا چی میکند؟ او در اینجا چی کار میکند؟ همه این در خیالش است. به فکرم او خوب دیده ایستاده. عزیزم خوب دیده ایستاده. حقیقت ندارد میلش. من در نزدت هستم نترس. ایست حرفه نکن بدنم درد میکنه. نکن اپا جان تلاش نکن. یزنم مدهوش است که از همین سبب این خیلی گپ زده ایستاده است. حالا به دکتر میگوییم. جناب اسلامی شما باوری دارید؟ من درباره کلت کلاس علیه لعنت همه حجت ها را دارم. او قاتل نیست. او دزد است. این خیلی کار را نمیکنه. چی دانم من خیلی گفتند. خیر مگر حیاتی سردارم در خطر است؟ آخر از جراحی برآوردن تیر رو هم برآوردند و حالا باهوش نیست. اگر به سردارم یگان چیز شود دیگر در حیات بودن من هیچ ارزشی ندارد. آها کلت کلاس احمق ناشدنی خزنده نامکار. اگر تو رو وقتی دستگیر کردن با محبس نکشم من رو لیوین نگویند در اینجا نوشته میبرند. ها جون لیوین گبزن من به تو یک چیزی بسیار مهم میگویم. گبزن شما رو گوش میکنم. اوه خدا شفا دهد. سلامت باشه خانم جمیله. بله بگو جان. پلیس کلت کلاس در اینجاست. کلت کلاس اینجاست. همینجاست. حیف شد عقلش رو گم کرده. کلت کلاس در اینجاست. او چی دیده ایستاده است؟ به زبانم آمده ایستاده است. چی بود؟ آقای اکرم همش تاثیری نرکوز است. سلامت باشد خانم جمیله. تشکر. همه انسان در وقت جانتیش حق سخن میگه. کلت کلاس در اینجاست. کی در اینجاست؟ بخیرم لحظه پراندنش به یادش میاد و تکرار به تکرار کلت کلاس گفتن میگیره. همون لحظه حادثه رو به یادش آورده ایستاده. اما این پیش از پرونده نشدنش هم در همه جا کلت کلاس را میدید فاروق.
بابا جان بینید چقدر نفس میکشد مانند اونه که درد میکشد گویا که او را باز پرانده استودن. جان کلتکی لاسی احمق دامادم رو به چه حال آورد؟ اینجاست دارم اینجاست. نه لیکن بردوا با شما نگاه کرده کالتا کلاس گفته استوده از دومروزی ها؟ مامان با خدا شما رو نگاه دارم. من دقتم رو جلب کرد. بله تو رو نگاه دارم. بله بخدا تو نگاه دارد دوملوزیو. نه به شما همین خیلی نمایان شده است. چرا زیرا نگاه کنند؟ چرا با ما این خیلی نمایان شود جانم؟ آشکار او رو نگاه دارد. بخدا عجیب است تو نگاه دارد. عجیب است جناب فرخ. معلوم است که نگاههایش به اینجا روز شده است. یعنی اگر هر دومون حالا جایمون روی بس کنیم باز به همینجا نگاه میکنه. یعنی به شما مایلش نباشد. چی مایلش فرخ بابا زنه چی مایلش؟ کلی تو با اونجا گذر. با اونجا گذر کلی بینیم تو رو نگاه میکنه. گذر آی اماک چی کار کرده ایستادید؟ اینش میگوید به اونجا گذر اینش میگوید به اینجا گذر. مگر اینجا باغچه بچگانه است؟ مگر اینجا جای بازی است؟ ما در بیمارخانه هستیم. آدم بیمار خوابیده است. شما چی کار کرده ایستادید؟ بس کنید. به خدا که دختر راست میگوید. اینجا بیمارخانه است. جدی باشید. در نزد بیمار هر گپی زیادتی نزنید. چی مگر ما گپی زیادتی گفتیم آفای جان؟ اونو طبیعی طولی؟ کافی کلاس. بین ها هم تو رو نگاه کرده گفته ایستادن. تو هستید نمیبینید مگر؟ بله او رو نگاه دارد. فروخ کنی اینجا بیا تو هم اون طرف رو کنی جاتان رو عوض کنی داملا اون طرف گذر. آقا اکرم بیا من برم. با تو چی علاقه داری؟ ببینن اول مرا نگاه داره با هم راه نشه. داد نزن کنی این طرف گذر. تو باشه اون طرف کنی گذرید کو بینن چرا نشون میدن. باز شما رو نگاه دارد دومروزی. دومروزی با خدا که تو رو نگاه دارد. فکرم یکم براده میریشته رایده. در اصل من اما من سببش رو میدانم. چی بوده است؟ شناس نشدن. از همین سبب نگاه کرده این خیلی نشان داده. ممکنه خیلی باشه. بله همه کلت کار نمیکنه. باز یک چیزی دیگر است من گفتم اونم. اینو ببرین کاتاکلش بودنش معلوم نیست آخی. اثبات شده است یگان دلیل دارد. کاتاکلش من میدونستگی مرچه را آزار نمیدهد. این ناحق تو نیست. کلتکلش را از کجا میشناسی؟ یعنی من کلتکلوسی خزنده را در نظر داشتم. کلتکلوسی شما میگفتگی را نیست. در اینجا کاتا کلاس هست. پولیس را جوزند. اینجا نوای. خدا آن کالتا کلاس رو زند. استغفرالله توبه کردم خدا. آنها در اینجا. تمام همش گذشت تمام. بین همین جایم در برات هستیم. خدا نگه دارد. با خدا که انسان هنگام وفات کردن هر خیلی چیزها را میدیده است. رحمتی پدرم باشد بابایم را دیدگی بود. اما در اونجا گفتم سرسطگویی رو باز نمی کنید لطفا. بیاد باید یعنی ای زنی بدبختی یکی. ما یک رفته هوای تازه گیریم ما برایم اینجا بسیار هوایش تنگ شد. رفتیم اپا جان بیرون بله بریم. تو بیرا تو در اینجا زیادتی هستی بیرا. یه تو دمت را گیر. من بیرا. بسیار پنگ نکنیم و آدم بیشتر را یکم بردیده برای همه هم که دیسته چیز. بیم ابو جان. من رفته دکتر رو گویم اومدن رو بینه. خوب میشه بسیار خوب میشه. جناب سمی چیز گفتنی باشه گد آخیر من سردارم رو دیدنی هم از راست ایستادن درخت شدم. چی گفتنی اما انا این بچه گبزه گرن کردین یکی. لطفاً اکای من بودنی دومروزی رو به هیچ کس نگویید. به حکم هم نگویید چون که ما به هیچ کس نگفته ایم. اگر شما من رو جمع میکنم. هیچ گبزه؟ اون کالتا کلاس هست کو در اصل آها جانی من دیا لیوید اکای اونا چه خیلی است؟ سوزای سمی میگه که سوزای راستیگه من خدمم ندیدم. خدا رو شکر هزارون بار شکر. چی خیلی شد؟ حالا با داروی آرام کننده گذراندن خوب است. قریب بود که به دست می افتادم. به خدا که از ترس قریب نفسم می گرفت. بیچاره با باید غمگین شد.
من برای این پسر بسیار هم میخورم خدا. من هم غم میخورم و چیکار کنیم؟ از دستمون چی میآید؟ من چی دونم شقت یگون کار کردنم لازم. میکنیم اپا میکنیم و چیکار کنیم؟ از کجا دونم من؟ اگر به سری او یگون حادثه آید دل من طاقت نمیکنم. من به شما نه تنها اپا بلکه مادر هم هستم. اپا بسیار مینت نکن، ما را میدونیم تو به جای مادرمون هستی. گپ را دراز نکن. کنی سرهایتون را بگو. این سخراب کی است؟ اپا آرامی را رعایت کن. اینها رو ما برداشته نمیتوانیم. این سخرات گفتنی آدم بسیار آدم خطرناک است. من شرطش را خوردم. آدمانمان رسیدن. حاضر میرسن سردار. همش از روی توست کلتکل است. اگر اونال رو نجات نمیدادی امروز چیانم در قید حیات میبود. اکنون وقتی تو رو به یک دردی بزرگ گرفتار کردنم آمد. اکنون بیدویم رفتیم. سامی جان تو میدروی؟ نه من کمتر پس میایم. بیا سیلین جان ما میدرویم. دوملازیو حالا در اینجا کی بودنی تو رو میگفتم و از تو خلاص میشدم. آخر به تو رو از دست میدادم. با او وعده دادم که سیری اکش رو به هیچ کس نمیگویم. اما کلتکلس بودنت رو گفتنم رو وعده ندادم. مالش لوین بالا و رامد بعد مرا میبیند. همینطور همش با آخر میرسد. دوملازیو با تخلصی کلتکلس. سامی تو با کی گپ میزنی؟ خود به خود سرود زمزمه داشتم که تو آمدی. یزنه اونالم در داخل جانکنی دارد. تو اینجا سرود زمزمه داری ها؟ خرچی رو برآوردم یگون جای بویمه کردن نیست. آفرین سامی، آفرین به تو. یا خدای توبه. رفته یک قهوه نوشی. سلیم با خدا ای کلتکلس همی خدر قهری دارم که اگر بخفمش باورم نمیاد. این چی عذابیست که آدم را که کلتکلس میکشن. خدایا اپا جان بسیار غمگینیم. رحمت جانم. خدا شفا دید ینگا. رحمت. سردارم اونا چه خیلی است؟ خوب است. دکتر هممون برو چیکاری کار اونالا که آرام شی. حاضر من میتوانم در آمده رو ببینم. خوب است بیدارش نکنیم. اما اگر من او را نبینم دل من آرام نمیگیرد آخه. کمتری دیگر خوب کند لوین. بیدارش نکنیم بسیار خوب میشود. نه ینگا من او را بیدار نمیکنم. یک بدن در آمده بینم دلم آرام میشود خلاص. مایلش. مگر لوین این مخلوق رو ندید؟ بیچاره زورا این افرادی در برش بوده رو داملای دیندار میشکند. یک دوزی قاطع بودنش رو نمیداد. نه من این رو از زورا پینهون داشته نمیتوانم. زورا با این خیلی آدم دیر باز یک جا بوده نمیتواند. بسیار ترسیدم کلتکلسی از من تو رو اشاره کرد. هنگام اشاره کردنش ترسیدم که اعلان تو رو میفهمد. متاسفم از زهرا اکنون دیگر جای گریز ندارم. یعنی این خیلی نباید دوام کند. چه خیلی؟ های زورا کلتکلس بودنی دوملازیو رو میداند. چی شده ایستوده است؟ مایلش آدمانمون جا با جا شدن. تیارم سردار. ذره خطاگی نمیخواهم. مایلش اکا این اکنون تنها مسئله شما نیست سردارم. کلتکلس امروز باز یک دشمن اشدی به دست آورد. کاری نیست داشته شما رو من به آخر میرسانم سردارم. ببینید من کلتکلس رو دستگیر میکنم. وجدان انسانی توفیلم چپانه میپوشم. از این پس دیگر خیلی رفتار میکنم تا کلتکلس رو دستگیر نکنم. خوب نمیدم حتما دستگیر میکنم. سردارم تمام
خودت رو از دست ندی. نباید سردارم چخور نفس کشید نامید نشده. سردارم حالا نمونه، من با شما بسیار کارها دارم. یک دقیقه سردارم وقتی این نمی رود محکم شده. یک دقیقه اشکوف بود است که اشکوف دست از یک دقیقه باز باید سرچاقتی مطمئن شما رو توضیح میکنه. پیشی سینه تو رو دهان و بینیت رو من توضیح میکنم. احتمال سردارم نمیده. تمام سردارم قریب آقا ایش لمچه شد جو باشد جو باشد. سردارم دهانت را کشید با وسته نفس میکشید دندانت خدیق میخفید. یا خدایا سردارم نبید این بچه های رو پیش زیر بکنه من نمیدونم سردارم نمیدونم سردارم با دیدیم این توچه را شد بکنم سردارم آنها سردارم دکتر من بیار با وسته نفس میکشید سردارم. او بخشید شما چیکار میکنید؟ با پود کرد سردارم من هیچ کار کردن نتونستم. زنده است اما شما چیکار کرده؟ زنده است؟ یعنی که سردارم نمورده است؟ بله زنده است. خدایا با تو هزاران با شکر. با شما از اینجا کمتر اکسیژن روان کنم. من پلیسم یاری اول رسوندم از اینجا اکسیژن دادم و تو مچه ها زیر کردم اما هیچ چیز نشد. این بلون خالی بود است یعنی با اونا چند بود گفتیم این حریف بسیار خطرناک است رو میکشد اما گوش نکرد. حالا کاری شدگی رو بین باز از روی این حادثه ها همیشه او ما رو گناهکار میکند. لطفاً فکری بد نکن. همه خیلی از رو حالا او فکر میکند که من با سقراط یک جای کار میکنم. اما سقراط قریب بود که یزدان رو میکشت تو رو نجات دادی. دیر یا زود یزدان همه این رو میفهمد اما او نمیفهمد. اما ناحقی است. تو گناه نداری آخر کلتکیل است. میدونم گناهکار نیستم اما این دیگر اهمیتی نداره. دارد. همه باید بیگناه بودنی تو رو فهمد. حیاتی یزدان را دوباره نجات دادی. زهرا همه فهمند هم اونال اصلا باور نکنه و بالای این یعنی حالا او فکر میکنه که من با سقراط او را بدم افتادم باز بسیارتر از خطایم میشود. این رو دوام داده نمیتونم. خاموشم لطفاً کلتکیلت خاموشم و من نگوی که من باید روم. در حقیقت من به این طاقت ندارم. اما نخود راهی دیگری نباشد. چیکار کردم میتونم زهرا؟ از سقراط خلاص شوی شاید همش حل شود. چخیل خلاص شود؟ او را کشم؟ سرستا نگوی چخیل کشتن. از پشت یک دیوانه قاتل شدن میخوایی. هر چخیل خلاص شود؟ چی دونم او را به محبس روان کن. نمیشود مگر؟ نمیشود. این حریف رو حتی با محبس کشم هم خلاص شده نمیتوانیم. خبر کشی میکنه دنبال یا بودنم رو با همه میگوید. هم اگر حتی با محبس در روی شناسایش بسیار آرام نمیشند از قفایم آدمانش رو میگذارد. اکنون تو رو باز و خطر گذاشته نمیتوانم. من باید روم. خیر اکنون چیکار میکنی؟ نمیدونم. در حیاتم یکم بار چیکار کردنم رو نمیدونم. تمام غمگین نشه. همش میگذرد. لیوین وضعیتش چی است؟ وضعیتش تو سردارم رو خیلی دیدن مرا بسیار افکار کرد سلیم مرا نابود ساخت. این سردارمون است یک آدم کلان میبینیش لنگاهش در حال خوابه با زور نفس میکشه. ما خودم خیلی زیق شد که فکر کردم که مرده است. لیوین این خیلی گب نزن. خطر حیاتش پس سر شده است. گوش کن کنی رفته بین بسری اون کلتکلوس یکم بلو اومد. کنی رفته بین. اپا جان چی میشه؟ یک آدم کلان از درم اینجا ایست و آرام شد. تو هم اینقدر بیکار بودی؟ ای چوششما دعا کن که ملیسایی لیباسا در تنت نیستن و از این میغلطن. این رسمه غلطوندی حیوان؟ این کی است؟ دیوانه قریب بود که تو رو میگفت. دیگه گمشون که میکشون. آروم شما خیر. گم شوید. در اینجا محافظ نیست مگر؟ روبین من تو چه نگاه میکنم؟ لطفاً به هیچ کجا نرم. مرا تنها نگذار. به هیچ کجا نرم. زهرا
تو را اصلا تنها نمیگذارم. کیست؟ اون آدم؟ لطفا جواب نده. لطفا به تلفن اون قاتل جواب نده. کلتکی چی میگویید؟ تو گپ رو نمیفهمی؟ با تو گپ هایم رو گفتم مگر من رو نمیشونه؟ آخران گپ رو همه وقت من میگویم. و تو گفته بودم که بین من و اونال ندارم، اما من رو گوش نکردی. این رو فراموش نکن کلتکیلاس. من خون رو با خون بدل میکنم. با تو رو برو گپ میزنی. با تو رو برو گپ نمیزنم سفرو. اگر با نظر خوبیم روزی آمدنم روزی آخری ند میشود. فهما؟ و آمدنت باوری داری کلتکیلاس؟ نشان بگیر. برای عروست دیگه. بیشرف. تو رو میکشم احمق، فراموش نکن. چی گپ شد؟ اکنون چقدر جدی بودنم رو فهمیدی؟ با تو چی بودنی جدیت رو میفهمونم سفرات. حالا میبینی زهرا با من بیا. چی گپ شد؟ با من بیا. هیچ گپ نیست. آرام باش. هیچ چیز نیست. چی گپ شده استادان؟ زهرا با من وعده بده مالش. از اینجا به هیچ کجا نمیجنبی مالش. نه لطفا خوش میکنم. زهرا وعده میدم برمیگردم. خودت رو احتیاط کن مالش. خیلی نگاه دارم. چی نگاه داری؟ ببینت برای خود آرام شد. سلین التماس همو پدنالا تبگو که اینجا گوشه و کزگان کارش بکنم و از بینش بغلطم. لیوین جون آرامانا نفس بکش. چخور نفس بکش. لرزشی دستونت میگذرد میلش. سلین جان دستی مرم خیلی عقد سوال با خپین دیستیم. با فکر مصابه من آرام میشم. میلش مرا گوش کن. کارها خوب پیرام شده ایستادم احمق. یکون عملیات کردنم اون لازم. این کلتکیلاس بدامی سیکونجه شیطان ابتیده است. با چی خیلی عملیات اپا جان؟ تو همچی گفتن از رو نمیدونی. این آدمون خطرناکن، شوخی نمیکنن. تو را هم سفرات همه من حقوقهای خود را خوب میدانم. مرا نشناخته ای. در کتاب من ناموفقی نیست. میمان وظیفه‌اش را اجرا کرد. کارش ترساندن تو بود. چخیل؟ آدمات حالا در زمین خواب است. مگر همین بود وظیفه‌اش؟ تو هیچ مرا نفهمیدی کلتکیلاس. پایان را نگاه کن. ماشین سیاه رو میبینی. کلتکیلاس برای دوست داشتنت را حمایت کردن. قوه کافی نداری. از این سبب مرا غضبانی نکن. زود به کارمانم بیا. سردار چرا کلتکیلاس را از بین نمیبردارید؟ و شما کاری بد کرد. آخر شما خیانتکاران را نمیبخشید. من جزای کلتکیلاس را دادم. تو خواطر نشو. جزای کاری کرده‌اش را بسیار وزنین پرداخت میکند. کلتکیلاس با کجا رفتی؟ لطفاً با من بگوی. زهرا من باید روم. با کجا باید روی؟ التماس سوال نپرس. دیوانه میشم. لطفاً با من بگو چی شده ایستاده است ها؟ آرام شو. با تو وعده میدم برمیگردم. مالش زهرا دعوتت کرد ها؟ نمیروی. زهرا نمیروی. زهرا بین با تو وعده میدم. مالش لطفا با خونه رو در نزد ارغون چک مرا انتظار شد. وعده میدم برمیگردم. با نظر میورم. وعده میدم. یکی بنده چیزی رخ دیاد. نمیدیاد خواطر نشو. وعده میدی؟ وعده میدم. با احتیاط باش میلش. مالش برمیگردم. انتظار شد.
سقراط، تو همینقدر غیرت داری که با اویلم دست میرسونی. مرد باشه با خودم سر و کار بگیر. به من افسانه نقل نکن کاتاکیلاس. از روی تو از همه انسانی در این دنیا دوست داشتم. جیانم را گرفت اونال را به خاطر از خفای تو شدنش از بین بردنی بودم. اما تو چیکار کردی؟ بازی کرده آدم را نجات دادی. خیر اونال چی کرد؟ جیانم را کشت. چون دوباره اونال را از بین برداشتنی شدم باز با من بازی کردی. اگر خودت را به جای من میگذاشتی این خیل نمی کردی. خواستم مانندی من حس بکنی. ترسی کسی دوست داشتت و گم کردن چه خیل بوده است؟ اکنون فهمیدی؟ تو با من کویا نقل نکن. من سالها است که میترسم که دوست داشتم رو گم نکنم. چی میخواهی؟ بگو این رو. جزای کاری کردهت را میپردازی کاتاکیلاس. باز از من چی میخواهی سقراط؟ این رو با من میگو. از محبس خلاص کردن جیانت رو گفتی کردم. حاضر چی میخواهی؟ این رو بگو. اونال رو میکشی. پگاه تا ساعتی 12 اونال باید بمیرد. سقراط، از من چیزی دیگر بخواه، اما این رو نخواه. نمیشود گفتم. میکنی. اونال رو میکشی. خونی مرا تازه کرده جزای خودت را هم پرداخت میکنی. نباشد چی شدنش رو خوب میدونی. اونال رو با این سلاح میکشی. فراموش نکن. بگو تا ساعت 12 مهلت داری. این دفعه با من بازی نکن که تو را نابود میسازم کاتاکیلاس. من دیگر راه ندارم. اکا با من نمی گفت. در محله گفتن که داماد جناب اکرم پرانده شده است. برای همین من هم رفته کفت و کاب کردم. او را کاتاکیلاس ما از دست سقراط خلاص کرده است. این را سقراط نمیبخشد دادرم. یا کاتاکیلاس را میکشد یا از کشتن بدتر میکند. این دامولازیا نیست مگر؟ ماشین را دار. دامولا شام بخیر. خوب هستی؟ خوبم. شنیدم اونال را پراندن. وضعیتش چه است؟ خوب. خطر حیاتش را پس سر کرد. دامولا این سقراط یک دیوانه تیار است. چرا به بین آنها میدروی؟ من نفهمیدم. دامولا میدانی داخل در طبیعت حیوانها هستند. یک دیگرشان را میخورند. در طبیعت موازنت را تعلیم میکنند. گذارید یک دیگرشان را بخورند داخل. اکنون خواهم هم از بین آنها برآمده نمیتونم. آقای کنران، سقراط از من کاری نمیشدنی را خواست. چی خواست؟ اونال را باید کشم. با این هیچ حیران نشدم. خیر چی کار میکنی؟ اونال را میکشی؟ نمیتونم. دامولا اگر نکنی این سقراط تو را پشیمان میکند. همه بدی را از او انتظار شدن ممکن است. کمی بنشین صحبت کنیم. دامولا این سقراط برای خونی اژدر
عائله تو را و عائله اونال را هم چشمش را نپوشیده به قتل میرساند. پدر و مادر آن اژدر هنگام کارهای سیاهی سقراط را کردند وفات کردند. هنگام طفل بودنی اژدر سقراط باشد خودش را مسئول حس کرده او را مانند طفل خودش کلان کرده است. فرزنددار نشده است. اونال اژدر را کشته کاری بد کرد. قصاص آن را نگرفته باز نمی‌ایستد. یعنی که چه خیلی که میفهمی یا اونال را یا سقراط را از بین بردن لازم. دیگر راهی برآمد نداری. کانون میدانی اکنون همه چیز رو میدانی. البته داملا تو همچون آدم دیندار این خیل کارا کرده نمیتوانی. راه نشان ده جایز است بگو. یگان کس را روان کنم تا که کار اونال را بیند. نه آقای کانون، اگر مردن اونال رو میخواستم او را از دست سقراط خلاص نمیکردم. هم جایز نیست. داملا تو جایز است بگو با سقراط یک عملیات ترتیب دهیم. چی گفتی؟ اینش هم نمیشود. آخر این چی کار میشود؟ دیگر نمیفهمم. داملا اگر گفتم ممکن باشد این دو کاری بسیار نازک و بد است. بسیار وضعیت مشکل. خدا مددگارت باشد. اگر یگان احتیاج برایت تلفنم دایم فعال است. علا گفتنت بسنده است. با اجازت شما. خیر. تشکری. اوی کنان با دیوانگیت نگاه نکرده جوان مردی. Kaltakilas. شیر خواهد شدم و تو یکون چیز می شود گفته ترسیدم. با تو گفتم که می آیم. اون آدمی احمق است. چی می خواسته؟ اونال رو می کشی. هیچ چیز نه، مثل همیشه مرا تهدید میکنه. از او چی خیلی خلاص می شوی؟ یکی به تو یکون ضرر رسونه؟ زهرا چرا اینقدر برای من خواطر میشوی؟ چی گفتی؟ تو رو دوست می‌دارم گفتم. تو رو بسیار دوست می‌دارم. اگر خواهی من به همه میگویم. فقط خواهش میکنم نرم. تو رو بسیار دوست می‌دارم. شب در حال خوابت بود. من باشم تو رو با اینجا آوردم. چی خیلی آوردی؟ با خدا کمی مشکل بود ولیکن برداشت آوردم. در آغوش تو خوابم برده است بگو. مشکل نیست. اگر خواهی روی دستم میگردونم. گرسنه شدم. از روی حادثه ها چند روز شد خوراک خوب نخوردیم. اگر تو آماده باشه رفته خوراک خوریم. مرش رفتیم.
عطر از حج است. بشه دست دیگرت رو بیار. بیا که پول بشه. تشکر زیاد. بسیار بوی خوش دارده. دامنای دیوانه نیست؟ همون است با خدا. السلام علیکم. علیکم سلام. جماعت مسلمین پیش از به مسجد در آمدن تلفن‌هایتان را خاموش کنید. مبادا کسی زنگ زند شما را از حالت به حالت می‌کند. خب امر معروف امروزه امان درباره ملائکه های نرینه و مادینه و شما آیید این کمی معلومات میدهند. این دیوانه باز از کجا آمد؟ بچه خاموش. دامنازیا باید به این راه نمیداد. بین آدم راهش رو یافت. حالا باشد از منبر پایان نمیشود. اکه خیلی دامنازیا چی کنند؟ با او دیلش سوز اخی. اکه میلشو دلسوزی در این زمان ضرر دارد. من دامنازیا رو گوش میکنم. طاقت دیدن این دیوانه رو ندارم. برادران مسلمان بین خودتان هر چیز نگویید، مرا گوش کنید. من برای شما امری معروف میکنم. یا آدم شوید یا برآمده روید، هم وقتی خودتان رو نگیرید هم وقتی مرا. یا خدایا توبه، وای دامنای دیوانه شما را هم دیوانه کرده است. من از پس این دیوانه نماز نمیخونم. اما که خالد من میبرایم. من خیز ایستید صبر کنید. شما جماعتی من هستید. شما اینجا میمانید، هیچ کجا نمیروید. اما برای خودت امر معروف کن. ایستید نروید، وگرنه به خدا قسم میخورم که در حقتان دعای بد میکنم. دعا میکنم گفته؟ ای هجری به او اهمیت نده، او دیوانه است اخیر. شما خوب ایران نمیفهمید. کسی که از مسجد بیرون نشود خانهش پر از گل شود. چی؟ کی گفت؟ بله او کی گفت. چی خیلی کی کمک خلیل؟ من از کجا دارم هجری؟ دامولای دیوانه ببخشید شما کیک مایده رو در نظر دارید یا همون کیک‌های مثل کلان رو؟ کلان پولی کیک کلان شود. کیک ها به حجم قورباغه. و یک قرار بیایید یا کیک رو بگوید یا اینکه قورباغه رو این فرقی کلان دارد. مرا گوش کنید دامولای دیوانه. انا کیک مخلوق ضرررسان بوده، در تن و سر انسان ها جای گرفته خون انسان را میمکد. قورباغه باشد در درون باطلاق خود بین علف ها میگردد. بین اینها فرقی کلان از دامولا. تمام هجری بیا میرویم. با شما بگویم ایستید نروید. کسی که میرود بس سرش سنگ پوشت بارد. از قورباغه به سنگ پوشت گذارد. دیوانه ای تیاره. بیایید میرویم. دیوانه شد. وای با من گوش کنید. حالا صبر کرده ایستید. من وای دامولای ساختکاری شما را من نشان میدهم. صبر کنید. وای با شما بگویم برگردید. وای مردم صبر کنید. حالا صبر کرده ایستید. دامولای همین ساختکار صبر کرده ایست. حالا من تو را نشان میدهم. نفسی متهم ناکس. خدا را شکر وضعیت او نل خوبتر شده است. بابا جان با هم گپ زدی؟ بله گفت که خبر خوش را رسانم. بسیار خوشحال شدم عالی. اکه اونال با قوت از زود زیاد میشه. اونال رو میبیر. داماد تو بیمار هستی؟ نه آقای اکرم من کم مانده هستم. انشالله اونال معیوب نشده صحت میشه. تو این دم تبگی استغفرالله بود چه مای باز. ای فاروق چی میگوید؟ دینه ندیدی در بیمارخانه؟ یعنی چشمانش قریب که اثرش میبر اومدن. چون گپ میزد که گفت در مقابلش کلتاکلاس باشد. یعنی بیا که کلتاکلاس در بیمارخانه بود است. مگر شما پای نبردید؟ تنها من پای بودم. هیچ کس پای نبود. با خدا که این کلتاکلاس سلامتی اونال رو از بین برد خوب است. این چی خیلی گپ است یانگا؟ یزم بس خوب است. چی خیلی که دکتر گفت خوب می شود. اما آخر از دهانش بغیر از کلتاکلاس دیگر هیچ چیزی نبر اومد. چون گپ میزد که گویا کلتاکلاس در بیمارخانه در مقابلش شده. اون کلتاکلاس گفتن آدم جرأتی به بیمارخانه آمده را میکند. یک بیاید با دستانم میجوید. کلتاکلاس شاید آنقدر در دوری نباشد. یعنی در نزدیکی هایمان بوده میتواند. این خلشده میتواند. این میدوند مگر کلتاکلاس بودنش را میدوند مگر در گلوی امنون مکر. یک لحظه کنیم بگو همین چی را میدوند؟ چی را میدوند؟ خانم جمیله
چرا صمیم میداند گفته پرسید؟ تو دعای دسترخوان رو میدونی؟ من دعای دسترخوان رو از کجا دانم؟ داملوی مگر داملو این است. اگر بدانی خوب می شود و یگانجا برای خوراکخوری بروی در برد داملو نباشد چکار میکنی؟ تو شاید پیش از خوراک بسم الله هم گفتن نمیتوانی. بسم الله الرحمن الرحیم. داملو دعای دسترخوان رو میخونه. داملا یک دعایی به جایی کنید که برکت این دسترخوان زیاد شود. خیر میخونم. در کجاست؟ آن داملای ساختکار نگوید در کجاست؟ این کیست؟ این از کجا برآمد؟ آدمی در جنگل بوده. این کار همون است؟ یعنی از جهت خیلی داملای ساختکار خیلی از جهت نگویم. ای خدا زده. ای فاروق چی شده شد از این آدم کیست؟ من از کجا میدونم؟ تو هیچ چیز رو نمیدونی فاروق. این کیست؟ داملای حقیقی؟ نه اپا جان، یک دیوانه تیار است. از دیوانه گفتن دیوانه شده. کار دیگر ندارد به داملا زیادین چسبید. این از کجا برآمد؟ ساختکار گریبگر جماعتی مرا از من دزدیدی. آنها مرا گوش نمیکنند. آنها را جادو کردی. جناب ما را میبخشید و میگفتید شما کیستید؟ باز یک گپی دیگر دارم. شما درباره داماد من چرا این خیلی گپ میزنید؟ داملوزیا این کیست؟ جناب دیوانه است. اهمیت ندید. دیوانه. بسیار خوب. خوشونید. من دیوانه نیستم. من داملایم. دیوانه باید. خوشونید جناب. دامادی تو داملا نیست و یک ساختکار است. یک ساختکاری دیوانه. بله ساختکار. اگر تو ساختکار باشی پس همه کاری تو ساخته است. داملازیا بوده است. بله نشونیدی چی گفت؟ ینگه بس از آخر باز سر کردید. ساخته گفتن. بیزار گفتن و لکی دنگیرد. با لکی دنی و هیچ گپ نمیشد. او هم دیوانه است. زنی بد اخلاق. مگر من دیوانم ها؟ یکون چیز دیدی؟ من به تو فهمانده ایستادم که دامادی تو دیوانه است. دیوانه ای ساختکار. مادر نمیبینید آدم را تو دیوانه است. شما اینقدر با داملوزیا میچسبید؟ این آدم هیچ چیز را نمیداند. ساختکار است. حالا که شاگردش در برش نیست من وی را غافلگیر کرده یک چند سوال میپرسم. کنی پرسید. آفرین. کنی بگو در قرآن کریم چند سوره موجود است؟ در اصل تو جواب بده. در قرآن چند سوره است؟ البته که جواب میدهم. 114 سوره موجود است. آفرین. دیوانه هم باشد میدونست است. آفرین. این ساختکاری متهم را ببینه گپ را به کجا برده ایستاده است. خوش مادامی که داملا هستی کنی سوره یاسین را بخوان. خواندن و میخوانم. حالا طهارت ندارم گناه است. این رویت در گل گپ را دیگر سر نبرد. داملای بی توفیق. حاضر من سوره فاتحه را قرائت میکنم. تو باشی معناش رو میگویی. راضی؟ کنی جواب ده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. استاد؟ لبه اجری. استاد من معنای سوره فاتحه را از خود کردم. برای شما هم بگویم؟ بله. حمد مخصوصی پروردگار عالمیان است. او بخشنده و مهربان است. پادشاه روز جزا است. خاص تو را میپرستیم و تنها از تو مدد میطلبیم. هم خاصی پروردگار عالمیان است. برادرم دانستی. براو. الرحمن الرحیم. او بخشنده و مهربان است. مالک یوم الدین. پادشاه روز جزا است. آفرین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها تو را میپرستیم و تنها از تو مدد میخواهیم. براو. آفرین. اهدینا الصراط المستقیم. نشان ده به ما راه راست را. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. راه کسانی که بر آنها انعام کرده ای، نه راه کسانی که بر آنها خشم گرفته ای و نه راه گمراهان. آمین. آفرین زیا. داماد آفرین به تو. معنایش را چیزی با گفتی. آفرین به تو. یگان جای مبالغه ندارد. در نتیجه من آخر داملا هستم. چقدر این اولیا شده است و ما خبر نداریم. همه چیز را میدوند. اگر هر کسی لایق هدایت باشد خدا هدایتش میکنه.
شیخل این رو دونید و یک دومونوی ساختکار است و باید باور نکنید او یک دیوانه است همه شما را جادو کرده است شما با من باور کنید او جادوگر است جادوگر داملا آزمی التماس مادر اکنون دیدید اون آدم دیوانه است ای فرو دیوانه این است انیق دیوانه بودن این آدم را از کجا میدونید مگر حجت دیوانگیش رو دیدید براو مسلمان براو کمی کور استی او دیوانه تیور است من دیوانه نیستم دیوانه باید وای دیوانه است من دیوانه نیستم دیوانه باید در آخر این کاغذ رو گرفتیم خدا رو شکر برای گرفتن این قریب بود که میمردیم بخشکه چخیل میمردی؟ تو مگر مانیک هستی؟ از جا من سر شده ای؟ کنی کاغذ رو ده نمیشود آقای قانون تشخیص رو باید دوام دهیم لطفاً مگر دیوانه هستی کاغذ رو بیده میگویم بیده گوش کنید این رو پسی سر میکنیم با من باور کنید تشخیص رو دوام دهیم کاغذی تشخیص رو بیده آقای قانون به خداید نه لطفاً نکنید دیستید میلش تشخیص رو میدهم عذاب کشیدیم اما در آخر گرفتیم کمتا کلاس دوستم با آزادیش برسم یا خدایا آهسته برم حیوانی این چیست؟ چیکل چی؟ همون کاغذ؟ چیکل کاغذ تایلا؟ اکا این نتیجه تشخیص دکتر از گفتیوزی بازوری گرفتم کو؟ تو چی ها گفته ایستاده ای مگر دیوانه ای ها؟ ای خدای بابا سابده ها؟ های کلتا کلاس مرا معیوب کردی من اگر تو را بعد از بیاورم با تو نشان میدهم اکا خوب است خودتون رو بعد از گیرید ای حیوان آهستران که آرامی جانم می رود آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود ای ساربان آهستران این کاغذ را برده با داملا دهم کلتا کلاس برادرم آزادی را به دست دارد ای پدی اونشتی هر چرچی گفتی است یا خدای داملا بیا بریم اون طرف یک هوای تازه گیریم حوالی را تماشا کنیم من به هیچ رفتن نیستم دور شو از بس هم دوستان همون داملای ساخته هستی دور شو این مطلب بدبخت نمیاد آزمی یک روی نکنه این رو داره این هم یک طرف استفاده من زادگی از تو کمک بردارم استاد بجیری تو در اینجا چیکار میکنی؟ استاد اگر آدم به حفظ رفته پای به تغییرات میشود یا نه؟ بجیری مگر حالا وقت سوال پرسیدن از این آدم رو نجات دادن در کار استاد این روا است مگر کسی که به حوض میدروید به طهارت میشود نمیشود این خیلی ممکن نیست پس نباشه زیر باران نیستیم گفتنی بعد رفتن نمازمون رو خونه این خیلی بشود نمیشود بیا استاد یک پیشنهاد دارم حالا من به درون حوض در اومده او رو میبردارم میشود نمیشود داملا این رو دارید داملای دیوانه تو چیکار میکنی از برای خدا این چی حال است چرا به حوض در اومدی بیا داملا چند روز شد که آب بازی نکرده بودم کنیان آدمی که مرا فریب داده تو مگر مرا فریب دادنی هست کنی پولهایم را برگردان این آدم از او کدام پول را میطلبد جناب اکرم این هم یک دیوانه دیگر است آخر نامش رو گیر و گوشش رو کش میگیرد من تو به این داملای تاخته را نشان میدهم جناب من یک متعهد میباشم این آدم مرا فریب داده پولهایم را گرفت چی؟ آشکارا نقش بله آشکارا بازی دارم مگر این خیلی میشود آخر من از این برادرم هجری برای یک کاری خیر زمین میگرفتم این آمده مرا فریب داد حاضر در اینجا من تو که هستی سری پول هم را بیده برای گمشه دن بوی نفت
بیچاره همه بدبختی هستن که یا پرموشن داملو بخشش یکش داملو بود ببخشید جنابان، یک دیوانه بوده است، خودش رو داملا میگرفته است. مردم محله شکایت کردند که در همین دیوانه ایه. همین است دیوانه ایه. دیوانه ایه. شما چیکار کردید؟ من دیوانه نیستم. من اپاجان تو با کجا میروی؟ کاسا کلاسی. آفرین با تو. اپاجان کمترک بلندتر فریاد بکن، هیچ کس نشنید. کلتا کلاس گفتن نداره. خودت رو نشان نده، هیچ کس ندید آخی. اپای جمیله، با خدا برای اونه که یگون گپ از دهانت میبراید تلخ کفرسم. التجا میکنم اکنون از این خونه بیرو گفتنت رو سرد نکن. تو خودت مانند ساعتی بمبدار اینها را یک طرف گذار. کنی به من بگو سقراط گفتنی آدم کی؟ اپا سقراط رو بیامان، یک آدمی بسیار خطرناک است. خیر تا بازی. با کجا میروی؟ به مسجد. خدا قبول گرداند برادر. او بسیار آدمی یک رو است. مرا گوش کن. این خلصوص نیستیم و رفت خریداری کنیم. من چیزهایم را گرفته زود برمیگردم. مایلش اپاجان، ما به خدمت آماده‌ام. میتونم میرسیم. سردارم کی با پا میخیزه، کی همش مانند گذشته میشود. خیر مگر شما قوه پیشینیتان رو به دست آورده میتواند کی میداند؟ کی میداند؟ مرا لیوین گفته باز فریاد میزنید. مثلا وجود ها را یک دم میپرده. سردارم التماس خودت رو از دست ندید. خیلی دکترها گفتن که اونقدر خطر جدی نیست، اما شما در اینجا مرده باره درست کرده. خوب است، این نشانه خوب نیست. دلم به حضور از بسیار خواتیرم. التجا میکنم خدایا، التجا میکنم سردارم خیلی دست پای کار شدید. دستت رو گیر، زیر نکن. سردارم باورم نمیاد که شما زنده اید. از خدا شکر میکنم. یک بار دیگه گفتم سردارم، یک بار دیگه التماس. انت احمق. علی در قیاس. یعنی هر تمام شب در نزد شما بود سردارم. بعد من به خاطر کم چیز خورد و با خدایت باز او رو به آشخانه روان کردم. باز این میآید. لبت کاخه گیلس در اینجا بود، در بیمارخانه. سردارم بیزار گفته شما شد. پسرم در حقیقت در اینجا بود. سردارم خبرگیری آمده به شما. مگر تو هم من باور نداری؟ اما آخر سردارم اینها هم ماشون تاثیر نرکوس میباشن. میگن هنگام نرکوس خوردن گلوتینت شدنش همه چیز رو آدم میدیده است. پسرم وای در حقیقت او برایم بود. میگویم به بیمارخانه آمد. میگویم سردارم در حقیقت مگر این خیل چی شدنش ممکن است؟ سقراط و کلتاکیلس مرا کشتن خواستند. آنها در همه جا بوده میتوانند. کلتاکیلس باشد کاری نیمکارش را برای تمام کردن به اینجا آمد، اما موفق نشد. به این هم موفق نمیشود سردارم. شما هیچ خاطر نباشید. I'm sorry. من باید کلتاکیلس را کشم. کلتاکیلسی بیشرف را با دستانم بوی کرده میکشم. برای از اینجا گرفتنم به من کمک کن لبنت. چه سردارم؟ جدی میگویی؟ پسرم من باید گریزم. گریختنم لازم است. سردارم شما بیمار هستید. التماس این کار چه خیلی میشود؟ اپاتیشکو میکنی از برای خدا. مگر تو دشمنی من هستی دستانم میکنندی؟ هیچ کار نمی کند. اپا از برای خدا تو چی در داری؟ دیروز آمدی خانومی خانه شدن نخواهی. چون کلتاکیلس با تو میگوید بیرم تو باشی بارو بند تبی در سرت میزنی ای بارو بند. تو چی نداری؟ ای شبقت این قدر بسیار گپ میزنی مثل خوشنامانم هستی. را گپ. اپا جان مگر تو خوشنامان داری ها؟ تو هستی کو با دوی ماش چی خوشت؟ یه روز سیاخی میگی سیاخی. کلتا ناملادیا. السلام برادر. سلام علیکم. سلام علیکم. السلام. این زن کی است؟ جانم من جمیله اپایزیو هستم.